بسم الله الرحمن الرحیم. با من علیرضا رحیمی از چینل آیتی پرو خوش آمدید. خب جلسه دوم کورس کامپیوتر نتورک پلاس است. امروز میخوایم راجع به همون سلیبس ها و تاپیک هایی که برای امتحان مهم است و یا ما میخوانیم اونا را بر شما به معرفی میگیم. هم میخوایم که از قسمت همه سلیبس کورس شروع کنیم که کدام تاپیک ها را ما به خیر میخوانیم. خب بریم شروع میکنیم. اول قبل از اینکه بریم سر اگزم تاپیک ها میریم اول راجع به شما کسایی که دوستا میخواین امتحان نتورک پلاس بدن باید بخیر بفهمن که امتحان چه قسمه است، چند دقیقه، چند سوال میآید، باید تمام اینها رو بفهمین تا بعد برین یعنی اگزم نتورک پلاس بدین. ما میریم اول از اگزم نتورک پلاس شروع میکنیم. دوستا یک چیز برای شما بگویم، کوشش کنین که قبل از اینکه شما سر CCNA برین لطفا کوشش کنین که نتورک پلاس یاد داشته باشین و یا کورس نتورک پلاس فرا بگیرین پیش از او. که در نتورک پلاس شما تاپیک های بیسیک را میخوانین که او میتونین او تاپیک های هستن که بر شما در CCNA به کار میاد. یعنی اینجا شما بیسیکش میخوانین، بعد میرین در قسمت CCNA باز کم لیول بالاتر میخوانین. شما نیاز است که همون باید هم بیسیک با بیسیک تاپیک ها با شما آشنایی داشته باشین تا که در لیول های دیگه شما با مشکلات بر نخورید. خب میریم شروع میکنیم. در قسمت اول ما که از نتورک پلاس که میخوانیم اگزم کودش هست N-007 است که زمانی که شما امتحان بدین کودش است N-007 است اگزم کودش که اینمی کورس در سال 2018 لانچ شد که یعنی این کورس نتورک پلاس سرتیفیکیشن و یا کورسش در سال 2018 لانچ شد که میتونید مردم امتحان بده. در امتحان نمبر اف کوشن یعنی سوال ها مقدار سوال که در امتحان مکزیمیمش تا 90 سوال داره که میتونه تا 90 سوال بیایم. دوستان فکرتون باشه که اگزم نتورک پلاس شاید نسبت به CCNA کم سخت‌تر باشه. میبینید تا 90 سوال داره. شما که CCNA امتحان بدین از 55 الی 60 سوال بالا نمیه، ولی در نتورک پلاس میبینیم که مکزیمیمش تا 90 کوشن است، یعنی 90 سوال است. انواع سوال هایی که همین تایپ سوال ها که است چندین جواب داره، یعنی مالتیپل چوایسز، سینگل اند مالتی ریسپانس که یک جواب یا چندین جواب داره. drag و drop است که در امتحان برای شما drag و drop هم میاره. 90 تایمی که همین تایم امتحانش کسته، یعنی شما 90 دقیقه وقت دارین تا سوال ها رو حل کنین. شما حداقل باید 720 نمره از 1000 نمره بگیرین، یعنی 720 نمره بگیرین تا که پاس شوین. پاسینگ اسکورش 720 است. و اینجا گفته همه ریکامند اکسپریانس، یعنی همو اکسپریانس که شما باید داشته باشین. میگه کامپیوتر ای پلاس سرتیفیکیشن، میگه 9 تا 12 منصب نتورکینگ اکسپریانس داشته باشین. خب گفتم کامپیوتر نتورک پلاس نسبتاً از CCNA کرده نسبتاً سخت‌تر است که شما باید او تجربه داشته باشین، تاپیک‌ها را خوب کرده باشین. و در امتحان زبانی که شما میتونید توسطش امتحان بدین، چند زبانی که اویلیبل است شما میتونید امتحان بدین توسط زبانش انگلیسی است، جرمنی است، ژاپنی است، اسپانیایی و پرتغالی است که شما میتونید با این زبان ها میتونید امتحان خود پاس کنین. که معمولا ما و شما انگلیسی میگیریم دیگه، توسط انگلیسی پاس میکنیم امتحان خود. ریتایرمنت هم وقتی که همین سرتیفیکیشن بعد از اینکه شما سرتیفیکیشن خود میگیرین چقدر وقت داره، یعنی معمولا سرتیفیکیشن ها تمام سرتیفیکیشن ها تا 3 سال بعد از اینکه تو امتحان خود پاس میکنی وقت داره، یعنی تا 3 سال ولید است همین سرتیفیکیشن شما. شما میتونید امتحانتان برین در تست سنتر بدین که شما میتونید در تست سنتر باید اگر خواسته باشین امتحان بدین شما باید برین اونجا تایم ددیکیت کنین که چه وقت شما میخواین امتحان بدین در تست سنتر. شما میتونید در تست سنتر امتحان بدین یک تایم مشخص برای امتحانتان چه کنین ددیکیت کنین تا که با کدام مشکلی معمولا تست سنتر ها که هستن
بعضی روزها معمولا مشکل داره که شما باید پیش از پیش باید تایم ددیکیت کنین تا حوال بگیرین که امپیر سنجور است و یا خیر تا که امتحان خود چی نکنین میس نکنین. و همچنان یک سهولت دیگه است که شما میتونین چی کنین، امتحانتان آنلاین بتین. ولی امتحان آنلاین یک سلسله مشکلات داره که شما باید و افغانستان که است چنان او قسم اینترنت نداره و برق نداره که 24 ساعت باشه. شاید معمولا بعضی روزها معلوم نیست چه وقت برق میره چه وقت نمیره، برق است یا خیر خب استیبل نیست دیگه، چی اینترنت شه بگوی چی برق شه. خب معمولا میبینیم که برق وقت بعضی وقتا است بعضی وقت میره. اما قسم اینترنت هم زمان بعضی وقت استفاده میکنیم خوب است، بعضی وقت داون میشه بعضی وقت سلوست که ای با یک قسم اینترنت و برق کس شما نمیتونین چی کنین امتحان خود پاس کنین، چون امتحان که میتونین شما باید کل چیزتون استیبل باشه، برق اینترنتتون باید استیبل باشه تا چی کنین چی بگیم براتون امتحانتون پاس بکنین. و پرایس کورس و پرایس اگزامینیتور پلاس که است $329 است که $329 است. همون فیس عمومیش که پرایسش معمولا نیتورک پلاس چی هم داره دیسکاونت که شما توسط دیسکاونت میتونین یک کمی فیس از این مواد پرایسی که است کم شود بر شما. در مثال $329 است، اگر تخفیف بیده به مثال اگر هر چقدر تخفیف بیده به نظر با چی میگنین شما پیسه تان کم میشه. ولی نیتورک پلاس هم میتونید شما قبل از اینکه امتحان بتونید مستقیم شما میتونید راجع به خاطر دیسکاونت چی کنین اپلای کنین. و اگر شما خواسته باشین که به خاطر وچر نیتورک پلاس اگر خواسته باشین امتحان بتونید میتونید شما همو ایمیلتون در کامنت نوشته کنید تا برای چی کنین تا برای دیسکاونت نیتورک پلاس اپلای شوین. خب راجع به اگزامین نیتورک پلاس گفتیم که قدر وقت داره، چه قسم است راجع به پرکوزیت امتحانش و شما در اینجا که است راجع به نتورکینگ از نتورکینگ کانسپت 23% امتحان کاور میکنه، یا نتورکینگ کانسپت که در امتحان باید 23% کاور میکنه، از انفراستراکچرش 18%، از نتورک اپریشنز 17% کاور میشه، نتورک سکیوریتی 20% کاور میشه. یعنی از این تاپیک ها چی میکنه 20% در امتحان میآید، یعنی هزار کدام میشه نظر به فیصدیش میبخشید. مثلا گفتیم از نتورک کانسپت 23% کاور میشه که میآید در امتحانش، از انفراستراکچر 18%، از نتورک اپریشن 17%، از نتورک سکیوریتی 20% و همچنین از نتورک ترابل شوتینگ و تولز از این 22% در امتحان میآید. شما باید خوانده باشین خوب تحقیق تا که امتحان کدام سوالش میس نکنید. یعنی این فیصدیایی است که در امتحان امکان آمدنش هست یا میآید دیگه، امتحان بگین یا نبگین در امتحان میآید، یعنی مقدر فیصدی که است. راجع به کورس و یا سیلبس و آوتلاین نیتورک پلاس میخوام به شما بگیم، یعنی چیز تاپیک هایی که شما حتما برای امتحان بخوانین و یا یاد داشته باشین و یا ما هم در این کورس میخوانیم. میگیم در قسمت نتورک تئوری اول از قسمت نتورک اوورویو شروع میکنیم. خود اوورویو نتورک است. راجع به اوضاع مدل میخوانیم، راجع به انواع نتورک میخوانیم، نتورک تایپس، آیدنتیفای نتورک کانفیگریشن، راجع به بعضی بیسیک کانفیگریشن ها در نتورک میخوانیم در نتورک پلاس، یعنی طریقه ترانسمیشن و یا انتقال دیتا رو میخوانیم. بعد قسمت باوند نتورک، یعنی باوند نتورک یعنی کیبلی نتورک کیبلی توسط کیبل کانکت شده باشه. در قسمت میدیا یا کیبل میخوانیم کاپر میدیا ها رو میخوانیم، یعنی کیبل های کاپر، فایبر اپتیک میدیا رو میخوانیم. کامن ترانسمیشن میدیا پرابلمز، یعنی امو یک سلسله مشکل هایی که در میدیا ها موجود است اونا رو میخوانیم. EMI و RFI است، کراس تاک است، وایرلینگ فالت است
مشکلات کیبل هاست، وایرینگ فالز پرکتیس هست. شما باز کیبل ها رو بخیر میخوانید که چه قسم جور کنین. اما طریق جور کردن کیبل رو بر شما یاد میدیم. در انباود نتورک مدیا یعنی نتورک هایی که وایرلس باشه، بدون کیبل باشه، بدون سیم باشه. براتون خلاصه بگیم وایرلس نتورکینگ است. راجع به وایرلس نتورکینگ میخوانیم. وایرلس نتورک دیوایس اند کامپوننتس، راجع به دیوایس ها و بعضی مشخصاتی که در وایرلس هست میخوانیم. اینستال و کانفیگر کردن وایرلس نتورک میخوانیم. راجع به ایمپلمنت کردن سوهو نتورک میخوانیم و همچنان کانفیگر کردن وایرلس راوتر هم میخوانیم. اینجا دو وایرلس راوتر های تیپ لینک به طور مثال چگونه کانفیگر کنیم. و در قسمت نتورک ایمپلمنتیشن راجع به فیزیکال توپولوژی میخوانیم. در نتورک هایی که فیزیکال هستند، لاجیکال توپولوژی یعنی غیر فیزیکی است. راجع به توپولوژی ها میخوانیم. راجع به ایترنت نتورک راجع به دیوایس های نتورک یعنی نتورک دیوایسز. information about virtual راجع به ویلن میخوانیم که virtual local area network است که چطور بتونیم یک فیزیکال نتورک به چندین virtual نتورک تبدیل کنیم. راجع به پروتکل های TCP و UDP میخوانیم و دلیور کردن دیتا. راجع به TCP پروتکل ها میخوانیم. راجع به IPv4 و IPv6 IP ادرس ها چی میخوانیم. در قسمت راوتینگ میایم. در قسمت راوتینگ میخوانیم که راوت خودش چیست، راوتر چیست. طوری که شما در جلسات قبلی بر شما شکل های راوتر نشان دادیم که از جمله آیسر راوتر ها بوده که امروز یاد گفتیم در کمپانی ها استفاده میشه. باز بخیر پیش رفتیم میخوانیم تمام مشخصات شه. ایمپلمنت کردن راوت بین نتورک ها میخوانیم چطور چند نتورک با هم یک جای کنیم، راوت بدیم. راجع به بیسیک کانفیگریشن یعنی هم بیسیک کانفیگریشن های راوتر و سویچ میخوانیم. چطور بیسیک کانفیگریشن و یا مثلا مثال یک سویچ و راوتر یوزر نیم بدیم، پریویلیج مود بدیم، اینترفیس شه کانفیگر کنیم. هم قسم دیگه مشخصات شه بیسیک کانفیگریشن با راوتر و سویچ است که میخوانیم. راجع به TCP سرویس ها میخوانیم چطور مثال در نتورک چطور IP اساین کنیم به اینترفیس های دیوایس های خود، چطور IP ادرس اساین کنیم. راجع به DNS میخوانیم که دومین نیم سیستم است. راجع به TCP IP کمانز میخوانیم. راجع به کانفیگر کردن DHCP که چطور بتونیم یک نتورک به طور اتومات IP ادرس بدیم که هم در دیوایس های سیسکو میخوانیم. بعد باز بخیر میریم در چی هم میخوانیم در قسمت سرور. در سرور هم DHCP است. در قسمت وان استراکچر یعنی بیسیک آشنایی با وان میخوانیم که وان باز در جلسه بعدی انشالله بر شما میگیم که چه قسمت بر شما میگیم که وان چی است. راجع به وان بر شما میگیم چه قسم یک نتورک است وان. virtualization technology باز من راجع به virtualization میخوانیم. راجع به VMware است چطور اینستال کنیم VMware در داخل VMware ما چطور رن میتونیم که امروزه میتونیم به طور مثال از بسیار چیزهای دیوایس ها میتونیم به طور virtual استفاده کنیم. به جای از اینکه فیزیکلی با اونها اکسس داشته باشیم میتونیم از اونها virtual استفاده کنیم در VMware. virtual box که امو قسم مثل VMware است. پاکت تریسر است که پاکت تریسر هم یک سافتویر است که از اون میتونیم بیسیک کانفیگریشن نتورک بکنیم، یعنی چطور بتونیم در اونجا چگونه توپولوژی جور کنیم و او کانفیگر کنیم. در قسمت نتورک سکیوریتی بیسیکس میایم. راجع به امنیت در شبکه میخوانیم. انواع فایروال است. VPN کانسپت است. راجع به VPN میخوانیم یک کمی. خب VPN هرچند تاپیک ادوانس است که شما باید در قسمت CNA میخوانیم، ولی باز ما یک معرفی از او را در نظر میگیریم. در قسمت اپراتینگ سیستم که میریم سرور، مکمل راجع به سرور میخوانیم. اینستال و کانفیگر کردن ویندوز سرور 2016 را میخوانیم که 2016 جدید است، یعنی ویندوز سرور جدید است که ما حال میخوانیم. پیش از او
بود ویندوز سرور 2012 آرتو بود، 2008 بود، 2008 آرتو بود که ما میخوندیم که اگر شما به طور مثال 2012 آرتو رو بخونین یاد داشته باشین، 2016 زیاد سختی نمیکنه، ولی 2016 کمی اپدیت تر است که ما میخوانیم. اینجا راجع به خود سرور میخوانیم، سرور چی است، کارکرد چی است، راجع به تایپ سرور ها میخوانیم، تایپس اف سرور. خود ویندوز سرور میگیم چه قسم یک اپراتینگ سیستم است، کانفیگر کردن ویندوز سرور، رول و فیچر هایی که در ویندوز سرور 2016 میخوانیم. پس شما با خیر هم کانفیگر میکنیم، هم تشریح میتیم. راجع به قسمی که ما در بالا گفتیم DHCP داریم در اونجا در قسمت DHCP سرویس، یعنی چی کنیم کانفیگر کردن DHCP در قسمت دیوایس های سیسکو، ولی در قسمت ویندوز سرور هم ما چی میکنیم DHCP کانفیگر میکنیم. ریموت دسکتاپ یعنی ریموت دسکتاپ در سرور 2016 رو میخوانیم. فایل شیرینگ این نتورک with Windows Server 2016، چطور فایل شیر کنیم در Windows Server 2016 که کلا ما با او اکسس داشته باشیم. Applying rules in shared network in Windows Server 2016، چطوری بعضی پالیسی ها و یا رول ها را در نتورک اپلای کنیم. مثلا مثال بخوایم اگر یک تعداد یوزر کار انجام بتونه نتونه، یعنی رول برای اینها دیفاین میکنیم. و این بود از درس امروز، امیدوارم مفید واقع شده باشد و چیزی را یاد گرفته باشین و تا ویدیوی بعدی که در خدمت شما قرار میگیرم الله یار و مددگار شما.